Happy birthday to you. Happy birthday Nigina. یک بار مشهور میشوی، یک بار پولدار میشوی، یک بار قدر نگاه ها طرف تو است. Чики чики баба, баба чики чики сари поворотай. قدم قربان. Нигина меноя духтаракеш шух аст. Давлат ҳукумати мо аввали маротиба ба шумо хона тақдим кардан. ما یک بار دیوانه شدیم. лодка шуд. به خدا یک بار دیوانه شدیم. бисёриҳо гумон кардан ки нигина дар танҳоӣ аст. شما من نگوشون دیگه خیلی سوال نتیدن. шунавандаҳо низ эътибори ҷиддӣ медиҳанд бениҳоят. من شوهر دارم، من عائله بهترین دارم، من بسیار زنی خوشبخت هستم. духтараки бекина дастаро карда ҳина имрӯз омада ба шодии мо номаки ӯ нигина амонқуловаро пешвоз мегирем дӯстони азизи дили дида. нигина боно хуш омадед ба студии радио азия плюс аз дидоратон бисёр шод ҳастем. تشکر زیاد، تشکر که دعوت کردید. سلام به همه شنونده‌های از پلیس. шунавасе ки хеле зебоед. ба ягон чорабинӣ уман ба ягон баромад ё уман барои ягон суҳбат ҷое равед чанд соат барои худ омодагӣ мебинед барои ороиш? تقریبا 20 دقیقه 30 دقیقه. Вау! من بسیار تیز میکنم. تیز аша меқадар а? Баъд аз он гумон мекунед ки хушрӯ мешавед? نه چون من همیشه خوشرو هستم. یعنی خودتو خوشرو شما خودتو خوشرو. بله طبیعی نگینا ای خوشرو است همیشه که زیبا است. و خوش آمدید باری دیگر. مثال یک نفر اگر просмотри видеоҳояш, клипҳояш, наворҳояш агар ба миллионҳо расад, якбора худашонро гум мекунанд. чиро? Дигар хе таъхир меёбад ҳама одамо. аввал дигар хе буданд, баъдан дигар хе мешавад. муносибатшон бо атроф дигар мешавад. шумо чӣ қадар миллионҳоро ба даст овардед бо таронаҳои охир, ин қадар просмотрҳои зиёд, ин қадар меҳру муҳаббати ишқи самимии мардум. аз он рӯз то ин рӯз хеле фарқ дорад. худатон аллакай медонед. ягон тағйирот ҳаст дар шумо? уман худатонро чӣ ҳис мекунед? تغییرات در من به کدام مثلا اگر هم خیلی میلیون ها پراسمات رو اینقدر توجه مثلا این شما از همون یوتیوب این چیزو نه پیدا شد. من هم از وقتش میلیون ها پراسمات داشتم. بله یعنی میلیون ها مخلص داشتم. شکر چون برای من این مقرری است. یگون چیزی غریبی نیست. مناسبت شما با اطرافیان تغییر میبود در حالتی که مثلا خود توجه زیاد است؟ نه چرا؟ همون نگیدن است؟ بله فکر میکنم همون هستم چون همیشه کم کم دور نشدید با یگان نفر مثل با نزدیکان با همسینفون نه دوگانه ها نه من همون نگیدن؟ بله همون هستم. با همون دوستایی که داشتم با همونا هستم. عموما که وقتی انسان من نمیدونم کلون میشود میگن زندگیش با یک چند چی گویم یک چند مرحله های زندگی میگذراند و خودش هم عقلاً کلان میشود. بزرگ شدن گیرد؟ یعنی بله پستی با بلندی های زندگی خودش آدم رو یک آموزگار بر این درس میدهد. عقلاً بزرگ شده رفتن میگیرید عموما از درس زندگی. واقعا هم همین گونه است. مثال در شما همیشه حتی طبیبان هم گفتن که زویزدمینی هست. یعنی که یک بار آدم خودش رو همیشه حس میکنه. البته این چیزی آسان نیست. مثلا شما به دهن گفتن آسان است که قدر یکی تو یک بار مشهور میشوی، یک بار پولدار میشوی، یک بار قدر نگاه ها طرف تو است. هر کس برداشت کرده نمیتوند. لیکن من فکر نمی کنم که این چیز اونقدر به من تاثیر کرده باشد. ممکن یگان وقت یگان تاثیر، چون منم آدمی مقرری هستم، منم مثل همه هستم، ممکن یگان داشته باشد. اینا من خودم نمیفهمیدم. ممکن یگان کس میدید و میگفت به من. لیکن فکر میکنم اونقدر تغییرم نیافتم. همین خیلی هستم، همون هستم، همون دخترکی از پنجکی، همون با هم سیمفونم تا حال در واتساپ گروپ داریم. مناسبت میکنم همشون که دیگه خیلی و یا میبینن یکان وقت پیش من میرم پیششون پنجکی با همون خشته برو هم خیلی که بودم هم خیلی هستم. با دوستانی که داشتم هم خیلی که هستن، همونو تا حالا هستن در زندگی من. و من که اونقدر تغییر نیافته از زندگی من، لیکن میگم که بزرگ شدم به معنای مادر شده. بله مادر شدم. بله چقدر سن سال من به یک جور رسید.
نه حالا خیلی جوان است. هیچ کس سن سال شما رو انیق کردن خیلی دشوار است. نه برای چی؟ من مثال شما خودتون автомашина میرونید؟ بله. خودتون автомашина میرونید. مثال شما یک بار اومدید به پیش خود سپیدافور یک بار سرخ شد مهنگ کرده. یک بار همیشه مخلصتون ایستادگی هستم خیلی دست برداشت. و اینا رو فرآورده دست می‌برید؟ بله بله البته. شدگی است؟ من در این مثلا من فکر میکنم که همین مثلا همین مشهور بودن همین دوستان میگن внимание توجهی آدما همین خیلی نیست این از خدا است. چرا که من کی هستم که با ویا چی نمیکنم جواب نمیتونم. بله برای من این یک نعمت خداست. من همیشه یخل هستم با مردم. بله چون که من هم اعتبار دادم. من مثلا ما از کودکی با سرودهای نگینه قریب که به کمال رسیدیم. دائما آن سرودها خواه مرد باشد خواه زن قریب که همه توجه میکرد و همه زیاد نفران گوش میکردن. برای یک دیگرشون این خیلی یک ملهم بود. بعدا ما مثال خردسال بودیم و در همین فضای سرود و ترانه‌های شما در مکتب میرقصیدیم، شادی میکردیم، خرسند میکردیم. مثلا آرزوی من بود که من نگینه رو از پیش میدیدم باشم. من با نگینه صحبت میکردم باشم. همین چیزا بود. و این نگینه ممکن من نظرش نگیرد. و این نگینه رو من کجا میابم چیکار؟ من یکمین بار وقتی که به دمره حج آمدم همین خیلی یکمین بار به استودیوی ثبت در پایان بود و انسامبل ها در آنجا بودن. همین خیلی در آمدم که یا برو روبروی من اومده بودم. من همین خیلی خودم گم کردم. داری ندارم. نه اکنون بسیارن که اونجا. نکی خیلی شما من میدیدم اگر. السلام علیکم گفتم که السلام علیکم گفتم که و علیکم السلام گفتید. همین خیلی خرسند شدم. با هم تلفن کردم گفتم که من به نگینه سلام کردم و اون کس سلام علیک گرفتن خطر آدمی زور بدیه. با هم پدر و مادرم تلفن کرده گفته بودم. و امروز ببینید که اگر انسان از صدق آرزو کنه که پس من برای این اسخام رو گفتم که از صدق آرزو کنه که با هم مقصدهای نیک میرسید. اگر نیت نیک باشه. من فکر میکنم که نیتش نیز نیک بود. اینقدر خوب بود در جدای صنعت استواری بود که من امروز من باری دیگر خوش رو با همه مهر و محبت بهرش معرفی میکنم دوستان عزیز دل دیده هنر پیشه شایسته جمهوری تاجیکستان عزیزی دل دیده خلق نگین طلایی و پرجلوی خلق تاجیک نگینه امان قلوب با ما هستند. باری دیگر خوش آمدید نگینه زیبا. خوش آمدید. نگینه عزیز دل دیده ما با ماست و این لحظه من مجبور هستم که یک اسمس رو زود بخونم. داوود جان نوشتند که میگن ابای نگینه همراه شما هستند در پیشتون هستند. بله در پیشم حاضر جواب دهند. من به مکتب باید روم گفته ایستادند. میگن که من در اینستاگرام دویمو مینویسم لیکن عموما به من جواب نمیدهند گفتند. همین گونه سوال از جانب بسیاری ها شنونده های ما به ما هم رسیده بود چون که ما پیشکی اعلان داده بودیم در اینستاگرام شما زیاد مینویسند ولی که جواب از نگینه نیست. همین رو شرح میدادید؟ راستی در اینستاگرام اولش که من خودم نمیشینم در اینستاگرام محسوس کارگر دارم که میشینم در اینستاگرام. بعد امین گونه اسمس ها بیحد بسیار هستند که همه وی شده نمیشه چون به نهایت زیاد هستند. لیکن مهر و محبت هر یک آنها در دل شماست. هر لحظه احساس میکنید. همین طور؟ بله در حقیقت هم. خب استرالیا شما چند وقت پیش در آنجا بودید؟ وقتی که استرالیا میگیم کنگورو پیش نظر میاد. شما کنگورو رو دیدید در اونجا؟ نه ندیدم. برای چی؟ یک روز مخصوص رفتیم برای یک باغ کلان داشتن. رفتیم که بینیم کنگورو. من برای منم بسیار راستی گپ جالب بود لیکن ندیدیم. یگان تا نبود. قلم بچه‌ش ندیدیم. لیکن بسیار تاثیرات چگونه است از همون کنسرت؟ بعد همون مصاحبه کردنی بودیم چنده اکنون نصیب گردید؟ بله تاثیرات بسیار عجیب. اونجا زیاد بودن فقط مردمی فارس زبان افغان و ایرانی ها بودن. بسیار مردمی صمیمی بودن. قدر راستی گپ من از اونجا احساسات دارم که دیگر گفته نمی شود چون پذیراییشون به حد به نهایت خوب بود. کنسرت هم بسیار خوب گذشتن. همراه مدینه جان بودیم و فکر میکنم یک در تاریخ هنرمندی من یک جایی که علاوه خودش رو دارد استرالیا. تشکر. خب لیکن همون آرمان موند استرالیا کنگورو رو ندیدم. ندیدم
نمیدونم برای من اونقدر مهم نیست این چیزا. مدینه جان چند پیش مهمونی ما بودن گفتن که وقتی که من در روسیه به کمال میرسیدم و همونجا زندگی هم بود من تنها اپای نگینه رو گوش میکردم. یکمی بار شناسایی شما با مدینه چیکار شده است؟ من امروز علاقه رابطه فرهنگی خیلی زیست داره، رابطه ایجادی. بله. با مدینه جان در یادم نیست کدام سال بود، لیکن در چورابینی. بله در چورابینی ها، چون یک جای بسیار چورابینی ها میگذراندیم. همونجا دیدم بسیار دخترکی شوخ، دخترکی صمیمی، راستی نغزش میبینم. بسیار دختر عجیب است مدینه. دویدهایی که شد بین شما این فکری یا دیگری شما بود؟ پیشنهاد است که بود؟ پیشنهاد از قیام انترتینمنت بود. ما همکاری میکنیم همراه با مدینه جان با قیام انترتینمنت و عموما همین کنسرت و سرودایی که ما میخونیم برای همه فارسی زبان ها او انتخاب میکند، زیادش با ما هم انتخاب میکنیم. خب چند پیش اگر از سفرهای شما اینجا دنبالگیری کنیم در سوخ، در منطقه‌ای که تاجیک زبان ها در ازبکستان در وادی فرغانه زندگی میکنن، یک چند روز پیش بود علاقه در یوتیوب بسیار واو بسیار یک توجه دیگر رو خواستن، رحمت های دیگر رو یا دلسوزی نگینا و مهربانی. خب ما حیران که در اون تالی تپه های در آن کوه شما چه خیر رفتید اونجا یک بار نگینا بین کوه پیدا شد. یک ماه پیش یک چند نفر با جستجوی ما بودن، اومدن همین دوشنبه از همون سوخ. منم راست گفت نمیدونستم این کجا و چه خیل قدر نمیدونستم. بعد اومدن بسیار التماس کردن که مادرشون بسیار خواهش داشت که همین در توی سنتی پسرشون ما باشیم، نیت کردن. حتی گفت که مادرم گفت من به حج حالی نمیرم، من همین چیزی ارمان دلم شکنم، بعد یک بارم میرم به حج. بعد راستی گفت دلم وای شد، ما رفتنی نبودیم. گفتن اونجا بسیار دور است با هم اونجا راهی قرقیزستان و ازبکستان است، چون در مانع ها زیادتر است. دیگر شهروندی غیر از ازبکی نمیتواند گذشته، چون اونجا راهی قرقیزستان است، در همون تو همون ناحیه رفتن. گفتن اونجا 90,000 آدم 90,000 تاجیکان اونجا هستن زندگی میکنن و یا همشون بسیار خواهش دارن که ما بیاییم. یعنی نیت کردن، آرزو کردن، چون از تاجیکستان بردن بسیار مشکل است هنرمندان تا اونجا. راستی راضی شدم برای اینکه همون مادری همون خاندان امروزی که ویا اومدن، همون پسراشون اومدن برای ما دعوت کردن، ویدیو ویزیف کردن. زنک بسیار گریه کرد. روزی گفت دلم وای شد. اکنون مخلص هستن چه خیلی من چه حق دارم. بله اینم من چه خیلی که گفتم من هنرم رو از چی گویم از یک چیز الهی میبینم. راستی که من نمیتونم خیانت کردم به هنر و هنرمندی، چون از خدا است. من چه حق دارم که نگویم و مردم بسیار میخواهد که من بیند. بعد خیستیم رفتیم. این تقریبا یک هفته پیشتر بود، یک هفته پیشتر از توی بود. باید همون توی روزی کی میشد همی جان؟ بله این باید روز 16 ینور میشد. ما رفتیم از اینجا خوجند پریدیم، از خوجند رفتیم فرغانه گذشتیم. از فرغانه گفتن با سمالیت های میدچه تیاره میدچه میپریم به همون ناحیه سوخ. ما رفتیم که راستی بسیار هوا چی نبود، تومان بود همون روز. یکم بار به همین کوکوروزنی تیاره شدید شما؟ بله نه من دویم بار شدم. من بدخشان رفته گستم این تیاره. هوا گرفتگی بود. قدر نگاه کردیم تا ساعت 3 بگاه نگاه کردیم، بعد سحر میپریدیم از فرغانه تا ناحیه سوخ. نگاه کردیم نشد. راستی که بسیار و اونجا قریب 3,000 مردم جمع شدگی بیچاره قدر نگاه کردن، همه آب خودشون خورده نگاه کرده شدن که نگی نمیبیاد.
افسوس که نشد همون روز پرواز کردم. همه جواب دادم برای بعضی هوا قدر خوب نبود. بله بعدن زنگ زدن با میکروفون، بیچاره با میکروفون زنگ زدن چی موندن دینامیک مقصد گرومکا با گرومکا گوریتل موندن گپ زدم با من گفتم بعد اما مادرم خونه دون قطعا گپ زد که نگینا جان ما تو انتظار بودیم چی بایی خیلی شد اومدی. من گفتم خیلی دیگر دستی من و نیست دیگه وضع هوا هم خیلی است نه که من وعده میدم که من هفته دیگر با میبیم هوا که شد من میبیم اونجا هر هفته 2 بار طیاره میپرد برامون ناحیه سوخ. بعد وعده کردم گفتم میبیم. بعد اومدیم گشت خوجند، از خوجند با دوشنبه اومدیم هفته دیگر شد با پریدیم به خوجند. باز هم خیلی گذاشتیم فرغانه لیکن همون روز هم هوا قدر خوب نبود، تومن بود. لیکن با بیچاره همون صاحبای تو یک خیل کرده و یا اومدن ما پیشواز گیتن از گرانیچه همون صاحبای تو بیچاره یک خیل نگاه کردشتن که میپریم. بعد پریدیم خیلی همون با همون طیاره مایدچه اکوای یک عجیب حالت بود. میدارم درونی همون طیاره چه و مایدچه 13 تا آدم 12 یا 13 نفر آدم میبرد. اقلا همه میان بندش دستن نمیشه رنگی که رنگی که وای باشد همین مرشد که باشد یک حالت با یک ترس با یک استرس ما رفتیم به این ناحیه سوخ رفتیم راست دیگه چقدر میگم که هیجان تعمیق وای میپرد با کمتر پایانتر میپرد از حملات کلان دیده کمتر پایانتر میپرد با یک ترس با یک عذاب رفتیم رسیدیم. خیلی شکر میگم که اگر همین همش در دست خدا است. خیلی رفتیم رسیدیم که مردم همه نگاه دارد در ایرپورت بیا ایرپورت چه مایده چه دارد همون ناحیه همه توی خونه آمدگی گشته ایرپورت یک جایی حالت بود همشون آمدگی هستن اینجا با 6 ماشین و تیز رفتیم توی خونه رفتیم همین از ساعت 1 سر کردیم تا ساعت 2:40 همین خیلی یک خیل خوندیم چون و یا بسیار انتظار بودن یک خیل من نکرده فقط سرود خوندیم و مردم صمیمیتی مردم من دیدم همه چیز یادم بر اومد یک قدر عذاب یک استرس از یادم بر اومد رفت بالای درخت و اومدگی از چه خیلی و یا صمیمی بودن چه خیلی برای اینو به فکرم یک چیزی بود که نوشیدنی بود. یک خودشون با میگن این سرود خوانید و این سرود خوانید همین تا 2 ساعت ما فقط برای همون مردم سرود خوندیم همراهشون بودیم. یک میگم که یک چیزی بود که خیلی غیر مقرری بود. اکنون ساعت 3 میشود 3 راهنما ما باید پریم از همون چیز گشته همون سمالوتی که اومدیم با همون باید عبرت بیاییم به بخشش من روسی بسیار استفاده میبرم نه هیچ گونه نیست بهم اوزاد بعد باید بیاییم به فرغانه همون سمالوتی مردم نمیموند یا خیلی این سرود خوانید بحث خوانید و یا زنگ میزن صاحبای توی در تماس هستند با ایرپورت که سوالات با نپرد ما مونیم همونجا اگر مونیم همون شب میموند یک هفته دیگر همونجا میموندیم. بعد انا مردم اینش میگه بعد اخیر یک خیلی کردیم همون شب بخیر خواندیم و گفتم من بسیار بخشتون گفتم دیگر اگر من مونم همینجا سوالات میپرد من میمونم بخیر با مردم بسیار میفهمیدگی و یا از همین هم بسیار روزی بودن که من همونجا آمدم. بعد رفتیم اکنون آدم بسیار ماشین های کرده نمیتونیم و سمالو خریب پرد خریب که پرده ما نگاه دارد از با همون جایی که توی خونه که ما فرامدیم یکون 15 دقیقه دیگه تا همون ایرپورت رفتن در کن انا خیلی آدمو برامده نمیتونیم ماشین و آدم بسیار آمدگی هم توی از قشلاق‌های دیگر آمدگی ماشین ها همش بلبل هم خیلی ایستاده است. خیلی خیر کردیم برامدیم من باید لباس با ایواز کنم من با لباس های چی دارم
من نوازنده روان کردم گفتم رویتون شما سوالات داشته ستان زیبا میبیم من رفتم جای دیگر دیوازو من ایواز کردم آمدم که همین تو ایرپورت میرسیم که همین سوالات دارم خیلی کم کم هم رفت همین خیلی دلم زد من گفتم این توج نازر میپرد که یا وقت همین یک تا موزیکانت همون بنیان جان همین خیلی درید و یک کشت میگم که اونجا مرشروط که بود و بسیار قصه عجیبی میگم که در کشت و فرامد دور گفته و ازبک نمیفهمد توجه که با یک تاشون و بخوروی بود یک تاش لیوچیکش بود دو کس بود یک تاش بخوروی بود یک تا از سمالیات فرامد اکن ویام همشون وقتی معین دارن اگر با می اومد تو فرغانه با جای شیشتن وقت شیشتن نبود وقت شیشتنش دیر میشد اگر دیر میکنه لیکن خیلی همین خیلی شد یک 10 مینوت دیر موندیم وقت تو پرواز کردن یک اومد با ما دووندم با از دری وای نمیمونه آدمو صورت گیریم بعد سوالات از میپرد آدمو صورت یک بسیار عجیب نمیمونه با ما یک خودم مایده چه این دو دارم دستم کشول کردم فرض باید یک دستی من کشول میکنه دو دارم یک دستم کشول میکنه خیر رفتیم شیشتیم همین سمالیات با میگم که با همون طرز با همین خیلی استرس کتی آمدیم چیز با فرغانه با خیر رسیدیم شکرانه به فرغانه رسیدیم و من گفتم که توش نه من امروز حجت میرم همین خیلی یک قصه با اومدیم فرغانه یا 15 منیت دیگه سمالیات نمیشینه منم خیلی گیر میکنم ما یک بار دیوانه شدیم به خدا یک بار دیوانه شدیم این چی بود چیکار کرد که وقتی معین باید اومده میشیست اگر وقتی معین میشن دیگر سمالیاتو میشنه وقتی جو ندارد برای شیدن بعد خیلی همون لوچیک ما با آرام کرد گفت که ما برای اینکه دیر موندیم حاضر شیشته نمیتونیم 15 دقیقه دیگه هم گیرد میگردیم بالای فرغانه گیرد میگردیم خیلی بعد همین خیلی شکر بار رسیدیم به فرغانه شیشتیم بسیار لوچیکای چی بودن تجربه شان کلام بود در حقیقت همین خیلی شیشتیم و شکر من همین روزایم با گذشت با اومدیم شب و شب خوجند با اومدیم دوشنبه همین خیلی قصه عجایب شد میگم که در یاد من تمام عمر میموند این چیز حیات صنعتکار هم این بوده است که گاه مثلا این یک قصه ای که من در یک دهه رفته و من در یک جای خیلی دور رفته گفته دیگه این خیلی حالت ها خیلی و خیلی زیاد است عموما حیات هنرمند همین خیلی است بله حیات هنرمند چون وظیفه‌اش همین است چون باید رود وقتی که مخلصش میخواد دیدن وقتی که اینقدر آدم انتظار باید رود حق ندارد که نگوید من راستیگه در این چیزا بسیار چی هستم جدی هستم چون فکر میکنم میگم که یک نعمت خداست مهر محبت قدر مردم صمیمیت قدر مردم یک نعمت خداست تو باید تو حق نداری که نگویی تو باید روی تو باید اما هنرمند که هستی وظیفه تو است این برای من کارولی بسیار آدما فکر میکنن یک کاری هنرمند چی همین لالالا کد رفت نه کاری هنرمند بسیار دشوار است خیلی نوحیاست هر خیل چی گم سیتواسیون ها می شود در مثلا همون توی البته تو باید همین چیزای گذاری در حالتی که باز بانو برای بانو هنرمند برای زن بسیارتر دشوار در ازدحام عامه بسیارتر سخت است لیکن شکر خدا که با من میگم که قدر سال که من هنرمند هستم توی ها بسیار میرم ناحیه ها بسیار میرم قشلاق ها زیاد میرم یا بیشتر به حد به نهایت بازن لایو برف لایو بارون نه که میگم که شکر خدا من با خیلی هست که با من همین یک بنده دوست داشته خدا هستم من خدا بسیار دوست می‌دارم درست میگم با من یگون چیزی خیلی غیر مقرری یگون غیر قانونی یگون چیز نشده است فقط شکر میکنم که همین خیلی مردم هستن همین مردم سرودوی من گوش میکنند همین کمی باشد هم یک دلشون تسکین مییابد این هم یک میگم که شکر هزارها بار شکر میکنم بهترین اینقدر شیرین سخنت خنداندید اینقدر چقچقی
خوش رو سخنت زیر گفی راست گفتم. زور بیاد یک زمزمه زنده گوش میکنیم از ترانه‌های اخیر. بچه شاعر شده گفتید نمیدونم این اکنون صنعت و هنر و زیبایی نگینه همه رو شاعر کرده است. خب مرحبا. همین سرود میخواید؟ خب مرحبا. شب شب خندیدن مهتاب و ستاره، مهتاب و ستاره، دل بجز آهنگ وفا چی دارد، وای چی دارد. آمده بر خانه با دل دیوانه، نور شراره نور شراره. آمده بر خانه با دل دیوانه، نور شراره نور شراره. در پس دروازه دل وای حاضر شده، بچه شاعر شده. شاعر شده می. سلامت باشید. نگران جان اینجا چند سال‌هایی که شنوندگان از مهربانی ما برای شما ارسال کردن یک به یک میرسونیم. یک روزی بسیار خوش و زیبایتون نزدیک اومده ایستاده است، حاضر چند میگویم. لیکن بسیاری ها میخوان که به سراغ شما تحفه فرستن. سراغ شما رو چه خیلی؟ شما در بیشتر در خوجان هستید یا در دوشنبه؟ نه من در دوشنبه زندگی میکنم. سراغتون رو نمیگید؟ سراغ من نمیگم. نه مردم چه خیلی با من مثلا از سخن. رقمای همین دو درچه من میتیم. رقم این کس در سایت اینستاگرامی شما هست؟ بله در اینستاگرام من است. در اینستاگرام شما هست؟ پس این در این کس تماس گیرید نه؟ بیمال میشه نه؟ خب بهترین دوستان عزیز دل دیده با اینستاگرام نگینا منقلوبا وارد میشوید. اونجا رقم تلفنی پرودوسرشون هست، با اون کس تماس میگیرید. نفرانی که فهمیدید خودتون. خب کنسرت در قرغان تپه میگذارید نگینا منقلوبا شما را انتظار مخلصی شما ستارов. اون کس با شما بسیار صورت‌های زیاد داشتند از هر کنسرت ها. در کجای کنسرت کنید برگزار کنید اگر میرفتند بسیار میخواستند که در زادگاه ایشان نیز کنسرت برگزار کنید. بله البته در نقشه داریم مثال همه ناحیه ها رویم، چون چند سال باز همه ناحیه ها نرفتم. خیلی شهرهای کلانتر رفتم، خوجند و جهان، لیکن ناحیه ها نرفتیم. میرم البته در نقشه است. درست است که دختره که بودید که راستی پنهانی چیزها رو میخوردید و بعداً کلتک میخوردید؟ کی گفت؟ خودتون گفتید؟ بله من چون یک دختر بودم. با مزه خوراک چون یک دختر بودم در خونه راستگه بسیار وقت خودم می آمدم برختر از دودرم برخترک می آمدم اون چیزی به مزه تیار میکردم میخوردم و دودر محکم کردم. نه همیشه چی میکردم؟ همیشه برای اونو تیار میکردم. یک بار نیم بار همین خیلی شدگی است که خیلی بچه خیلی آدم در دلش میزنه فقط برای ویو کردن و برای خودت نه. بعد اگون چی خودم من بسیار از خوردی زیبایی دوست میدارم در همه جهت، در هم خوراک پزی خوراک خوری. یک میخواستم همیشه همین میزم زیبا باشه. نه من درستش همین زیبایی دوست میدارم از خردسالی. بعد با اینا نمیشد اگه چی کرده همین با اینا برای اینا فقط همین پزی بیای همین خیلی یک طبقه مانی همین خیلی همه کسا خورن همین خیلی گذشته. چور پیسر. من بسیار دوست می داشتم که یک چای، یک کافه، یک از اول همین خیلی خاراکتر داشت. بله از رحمتی بابا میگفت که همین دختری من به فکرم یگان زن دیپوتات میشد ده همین قدر نغز میبیند همین خونه یخ شروع کردن و همین استول خوش شروع کردن یک هیچ خیالتون نخریدن خوش شروع بشدن. همین خیلی میگفتن. بله همین خیلی حالتا بود. بله بعضا دروغ میگفتید؟ اکنون چه خیلی همه دروغ میگوید. کسی که میگوید که من دروغ نمیگویم ولی دروغ میگوید. چی با که خیلی میشود که هر خیلی از مادرتون بسیار کلتک خورده؟ نه مادرم من یک دختر بودم به من خدر چیزی نمیکردم. خودم دادرم بسیار عذاب میدادن. خیلی پدر و مادرم بسیار شکر. من شما سه دادر یک اکا دارید؟ بله. با کدومشون بیشتر به ملال گپتون گفته میتوانید؟ من مثلا شما خواهر ندارید که راضی دل کنید؟ مثلا با کدوم دادرتون به ملال گپتون گفته میتوانید؟ ما با همشون بسیار مناسبتی نقص دارم. همشون به حد به نهایت دوست می‌دارم. چون من در دوری هستم هر روز با ویون نمیتونم گپ زده. مثلا در یک شهر نیستیم
یک ماه دودرچه خوردیم هم حاضر قدیم است با این بسیارتر و میکنم. بعد با خسرو جان دودری که بعد از من است اون کس نیز در ما بسیار نزدیک هستیم، یک دیگر را تیز میفهمیم. اگر ماهوی هم نبینیم که میتونیم یک سینما روز دل کنیم با دیگر نزدیک هستیم. یک شرط میگذارونیم، من چیستان ها نه و کیستان ها به شما میگم. شما باید که یابید آنها رو، مثال یگان بیت سرودی آنها یا به همون سیمای آنها موافق. این قریب که همکسبانی شما در شو بیزنس نفرمانی که قرار دارد. خب رفتیم. آوازش مرد خودش زن. آوازش مرد خودش زن؟ بله. پرین یوسفی؟ باز کی هستن؟ آوازشون خودشون زن. فقط حتی با تلفن کسی که گپ زند السلام علیکم اکا جان میگن. خودشون هم در مصاحبه هاشون گفتگی در ظرفشون خاصیت زرافشانی. بله خاصیتی زرافشانی. چیکی چیکی بابا چیکی چیکی سری پاوراتای قدم قربان. بله درست. خب موی سرش پدرش برین، آوازش پدرش برین، پسری پدرش، فقط در پاسپورتش نامش دیگر است. همکسبی شما. موی سرش پدرش برین، آوازش پدرش برین، سیمایش هم پدرش برین، لیکن نامش دیگر در پاسپورتش. محمد رفیع. بله محمد رفیع کرمت الله. تام پارا لای 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 مارا لای لای لای. شبنم اسرائیل. بله. ترا 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 ترا. خب یگان جان داشتین یک ریپر آذر باران بله. پر کبوتر نشونیدم. پر کبوتر نامایی دل تو بارم خب جنگلا مش دیگر سرودشه کامرو نه سفر محمد دوستم. بله. آسا آسا همین سرودی کی است؟ از هندی. از هنرمندانی ما کی خوندن؟ نازیه. بله. های اوف همین من روز در اینستاگرام دیدم. فرهناز. بله فرهناز. جان دختری خاله یالالو میوان. دمیر جان روحش شاد باد. من ساحل میرم قدم زنم. ساحل نشنیده؟ لیو گفتگی یک نفر هست بسیار جوانان دوست میدارن دیگر. قدر چیزای سرودوی سوپر سواری میدیم قدر گوش نمیکنم بخشش. در لبی آبه شبیمون نگینم و کلوم. بله نگاه جان زنده باشه و این شرط ما رو خوب اجرا کرده. خب یک تزگویک میگم شما تکرار کنید. حاضر پریز هست؟ یک تزگویک میگم شما اجرا کنید. غنی غلطک و غلبیره غیلان غزانده غیلان. نمیتونم. غنی غلطک و غلبیره غیلان غزانده غیلان. یک بار نمیتونم. من اینقدر غنی غلطک و غلبیره غیلان غزانده غیلان. نه من تزگویک نیستم راستی. من цифраю خیلی وایبات قدر پامیتی خوب ندارم. در مکتب باباهایش هم میخوندید؟ 4 3 2 نه 4 5 هم داشتم 4 هم داشتم 3 کم داشتم. یگان وقت بود خیر. خب یگان همسیفتون با شما تماس میگیرد یا دوستی نزدیکتون از 5 کیلومتر با همشون در تماس با تویش دعوت میکند مثلا به پول میرید؟ البته شما فکر میکنید که ما فقط توی با پول میریم؟ نه ما توی به پول هم میریم. اگه کس میبیاد که شرایط نداره که به حد مخلص و وای هست من میرم. اگه اون بار خیلی چی نمیکنم. خیلی این کسب ما است، نانی ما است. البته یک باید قدردانی شود لیکن یگان وقت اگر هم خیلی باشد میرم. یگان پرابلم نیست. با نزدیک توی ایمان است میرید؟ البته گپ نیست. ما شما رو انتظار میکنم زنده باشید. خیلی خوشحال هستیم. شما توی نشدید؟ نه من بچه شما بچه بید؟ ولی بچه که جاش از 100 گلم یک گلش نشکت. فهم سلامت باشید.
خب نگین بانو در آغوش تو میمیرم رو خونده بسیار سرودی واو تو حالا واو برای تمام این اصل همین سرود از اکیتابی شلاله است. هممون نغز میشناسیم. سرود قسم هم میخونن همراه جعفر اکی جعفر. بله یک چند سال پیش، اما سال 2012 باشد، 2012 ما که هنرمندا همیشه در جستجوی آهنگ است، یک چیزی نو است، همراه اکیتابی شناس شدم. یک عموما شناس بودیم و در یک کنسرت گفت من یک چند آهنگوی خوش دارم، تو یک روز بیا من تو نشان تیم، اگر یک اونتش معقول شد انا میخواندی بسیار خوب میشد. منم که اون وقت همین جوش خروشی کارم بود، بسیار ذوقمندی آهنگی نو، سرودی نو میخل چیز بودم. بعد یک روز آمدم خانهشون، بسیار انسانی به نهایت خاکسار، حلیم، بسیار انسانی صمیمی. کتابیش همراه خانواده‌شون ما چندین سال شد رفت آمد میکنیم، شناس هستیم. به خانهشون دعوت کردن، همراه عائله‌شون، فرزندشون شناس شدیم. تا این جانب ما دوستی ما دوام دارد، میخل رابطه بسیار نزدیک داریم. اونجا اول یک دو سرود ما پیشنهاد کردن. یک سرودی بود خیلی کم ترکک روی هندی داشت و اول ویا کردیم، بعد دوم همین سروده پیشنهاد کردن. بعد ما یکم بار گوش کردم و گفتم این سرود بسیار خیلی سرودی برهنی، بعد من نمیتونم اینا خوانده. بعد گفت که نه تو شعر نادرست فهمیدی. گفت تا حال آدما فکر میکنن که همین در آغوش تو میبینم یک سرودی فقط به معشوقت گفته شده. نه، آغوش باوری مهمش این است. آغوش باوری، آغوشی که از همه چخیل گویم تاجیکی از همه بد و بلا تو رو نگاه می‌دارد. معنی اساسیش همین است. یکی بسیار آدم فکر میکنن که همین خیلی در آغوش تو میمیرم، انا همین یک عادی ترین همین چیزایی که بین زن و مرد میشن. نه، این بسیار معنی چقدر دارد. مؤلف همین سرود کتی رو پرو شده؟ شعر کتی مؤلف نه، اکیتابیش گفت این کس در دانشگاه ملی بله کار میکنن. من راستی گفتم چی نشدم، لیکی بسیار حسینی بدلیپور بله بسیار شاعری عجیب است. من یک چند شعر دیگرشون هم خواندم، به نهایت خوب. روبرو نشده نه خیلی روبرو نشدیم. یگان کس چی مؤلفی از شما طلب نمیکند؟ نه راستی نه نگی نخونده است. نه اینا کتابش با همراه اون کس چی بودن هم وقت در ارتباط. بله فهمم. خب از بهترین سرودها بود، یعنی که در کدام حالت نباشد یک مهر و محبت ها رو بین مردم زیاد میکرد. مهم یک جنبش بود، مهم همه گشت کرده یک بدیل خود تسکین می‌یافت. نه بس از اینکه کدام آهنگش هم زیبا است. بسیار خوش. نه کتابش گفت که بله گفت که اینا گفت یگان کس چین تخونده نمیتوند بیا همین سرود تخون. با گفتم نه اگه جون این سرود وای من آدما چی میکنند عیب میکنند که خیلی سرود خون شده در آغوش تو میمیره. لیکن بعد بسیار خیت شد همین سرود، به حد و به اندازه یک نگم که یک دیگر اوروین به هنری من نشان داد. بسیار یک فلسفه بزرگ دارد. فلسفه‌اش از در داخلش. مثلا حتی چندین فارسی زبانان خوندن، از ایران هم از دیگر جاها هم خوندن، لیکن چیزی که شما گفتید اون طور نبرآمد. برعکس مردم گفتن که نه نشد، از نظر نگینای خودمان باز بلندتر. بسیار خوش‌آمد است. تشکر. مثال حالا بعضی ها بسیاری ها لهجه شیوه ایرانی رو دوست می‌دارند، لیکن اصلا خود ایرانی ها شیوه ما رو دوست می‌دارند. راست من بسیار مخلصای ایرانی دارم در چند جای دنیا و یا راست همین خیلی میگن که شما لهجه شما عجیب، لهجه شما فارسی حقیقی میگید، همین لهجه شما میگید، ما کم ترجمه کردیم میگید. همین زبان خارجی بسیار چی شد کم ترک دیگر شد. لیکن بعد من فقط وقتی که کتیشون گپ میزنم چند دوستای ایرانی هم دارم، یک دوستای افغان هم دارم
وقتی خاطرشون گپ میزنم میگن که تو بسیارتر گپ زن که ما تو گوش کنیم و لهجه‌تون بسیار شیرین است. بله بسیارشون همین در نگه. شما رو بسیار دوست می‌دارم. من امروز سرحدها علاقه باز شد و رفت و آمد آسان‌تر شد. بسیار نگینه میگم من فخر کردم خودم. من دیگه نجات سلام رسونید میگم بله البته. من سلامشون شما با میرسونم ممکن است که تماشا میکنن. دیدید ما هم زبون و هم دلونی ما بهترین است. و در اینستاگرام خود با دو فرزنده که شیرین عزیز دلی دیده‌تون یک شعر رو قرائت کرده گذاشتید. من خودم باز خودم بحر خودم دوست و حبیبم همین. از دلم دیده که در خانه یار است قریبم همین. جز خودم کیست مرا عشق مرا اشک مرا میفهمد. من خودم دشمن خویشم ثناخوان رقیبم همین. بسیاری گمان کردن که نگینه در تنهایی است، روزگاری و در تنهایی است. نه. قشنگ در صحنه میخندد لکه غم و اندوهش پس او پرده است. نمیدونید من چی رساندنی بدم با این شعر. گفته شما که بسیار کمترک نادرست فهمیدن، لیکن اصلی معنی سرود فلسفه همین شعر سرود میگم شعر اون است که من خودم باز خودم بحر خودم دوست و حبیبم همین. یعنی من چیزی میکنم زندگی خودم رو خودم میکنم، خوب میکنم بد میکنم بهترین میکنم بدترین میکنم خودم میکنم. بسیار فهمیدن که من تنها نه من شکر تنها نیستم، من شوهر دارم، من عائله بهترین دارم، من بسیار زنی خوشبخت هستم به نهایت. میگم که من یک بنده دوست داشته خدا هستم. شکر هزارها بار شکر که من به همین جاده های زندگی رسیدم. هزارها بار شکر میکنم من به نهایت خوشبخت هستم. به خیلی گفته نمیتونم. میگم که یک چند سال پیش من بسیار مثلا عقیده و فکر و عقیده من در زندگی من دیگر چی بود و زندگی همین خیلی کرد. من بازم هزار بار شکر میگم که همین چیزای من دیدم در زندگی، یک چند درس های زندگی دیدم که با من بزرگ کرد. بعد من از همین میگویم که یک چند سال پیش، یک 5-6 سال پیش من عموما فکرانیم تغییر یافت، عقیده های در زندگی تغییر یافت، زندگیم تغییر یافت، همه چی در زندگی من عموما دیگر شد، چون فکرانی من دیگر شد، عقیده های من دیگر شد. من با بزرگتر شدم. یعنی نگینه که در سال 2006 برآمده بود و مثلا در سال 2013 ایجاد میکرد با نگینه حاضر فرق بود. عموما فرق میکنه. عموما فکر میکنم در حیات هر یک انسان همین خیلی هست که یک چیز میشود که با تو زندگی تو دیگر میشود، تغییر مییابد، فکرات تغییر مییابد، خودت تغییر مییابی، خاراکترت تغییر مییابد. بله عموما من حاضر دیگر انسان هستم. من بسیار چیزا دیدم، برای من درس شد. عموما میگم که حیاتی من دیگر شد، بقوتر شدم و عموما معنی زندگی رو فهمیدم. تو آخرش گفته نمیتونم که من همه چیز فهمیدم. من در جستجو هستم تا حال. من کم کم پسیخولوژی هم با چی هستم می آموزم، کم کم کتاب میخونم بسیار. بله همین چیزا کمترک و این من دیگر کرد. فکر اندیشه هم و روانم عموما دیگر کرد. ممکن بیشتر زیادتر گریه میکردید پیشتر، ممکن زیادتر زیق میشدید. در مورد همه شعر من در نظر داشتم که هر چیزی کردم با خودم کردم، نه یگون کس کرده است، نه خدا همین دست و پا به من داد، عقل و فراست به من داد، همه چیز به من داد، همین قدر نعمتای زندگی به من داد. با من گیرم و یک چیزم نشود من عصبی شوم، بیهوده گویم که این عیبی وای. نه به همه چیز شکر کردن در کار. وقتی که شکر میگم همین بیهوده نفتن که شکر گویی نعمتت افزون شود. برای همین هر چیزی که خدا، هر یک درسایی که خداوند به حیات هر یک انسان می‌دهد اون همین خیلی نیست و یک عقیده دارد، یک چیز دارد که تو باید فهمی
که دیگر همون کار نکنی، یعنی دیگر به همون راه نروید، دیگر راه انتخاب کنی. یعنی همه چیز انتخاب است. من و شما انتخاب میکنیم زندگی ما چی باشد، روزی ما چی باشد، چه خیلی باشد، به کجا رویم، به کجا نرویم. همه چیز انتخاب در دست ما است. خدا همه این نعمت‌های دنیا به هر یک انسان همین خیلی ارزانی دادگی، فقط اگر همین چیز فهمی. قدر فلسفه سلام. معلمه فلسفه شد. نه من چون بسیار خیلی زیبا سخن گفت. بالای خود بسیار کار کردم برای این چیزای فهمیدن. راست دیگه به نهایت اولی چشم نرزد تو کردم آنه. اول من نگاه کنید شنونده ها نیست اعتباری جدی میدهند به نهایت. تا حال ما این گونه سخنها رو نشنیده بودیم. من نمیگویم خیر هر کجا بدم میگم بسیار آدمان ممکن نادرست فهمن، لیکن اما من در مورد همون شعر گفتن بودم که و شعر همین خیلی شعر نیست که یعنی که بعضی زندگی با من خیانت کردن با من اینت کردن، نه این خیلی نیست. من برای جمع انسان ها گفتید که هر کی میکند بله از خودش میشه. همین آدمای قدیمی بسیار وایای درست دارن. از ماست کی بر ماست، این بسیار معنی چقدر دارد. از ماست کی بر ماست، ما کردیم که همین خیلی شد، همین ریال نیستی ما همین خیلی شد. درست دقیقاً. خب من اعتبار دادم بسیار. من تمامی کلیپ های شما در کنسرت ها و برآمدهای شما رو دیدم. چند میمیکه های مخصوصی نگینه است که فقط خاصی نگینه است، خاصی دیگران نیست. بسیار شما میکنید؟ نه من یک بار کردم دیگر بعدی که همون دیدم در تلویزیون دیگر نکردم. میدونید چی شما در باره سرود در لب آبی در میمیکه سرود در لب آبی در نظر دارید؟ من میدونم چون و یکم بار که بود من همین خیلی با احساس سرود خواندگی هستم. بعدی که من وای در تلویزیون دیدم، بعدی که وای هر روز 4 بار 5 بار در تلویزیون میموندن، من دیدم که واه چقدر من شرم نداشتم، خیلی میمیکو کردم. راستی وقتی که اونجا که زنده بود همون اندلیب کلان زنده بود، موسیقیش هم زنده بود، بله با هیجان خوندگی هستم، با میمیکه خوندگی هستم که من نمیدونم ممکن هنر همین باشد که تو یک با یک احساسات یک بر نازک کرده بله خانی. بعد این خیلی شما خودتون هم اعتبار میدید؟ ما مخصوص میسازید یا من خودش نه چون خودش میشه چون بله ممکن من خواهم که هم سخن فهماندتی هم خیلی نمیدونم. بعضا در صورت‌های شوختر شما دو دستتون رو خیلی میگیرید در صورت‌های شوختر مخصوصا من بعدم اعتبار دادگی هستید خودتون هم میکروفون وقتی که میگیرید شما میکروفون هم خیلی داشته نمیستید چند چلیکتون خیلی شدن میگیره. شما مخلص بودید، شما همه چی اهمیت دادید. به حد مخلص هستم، به حد مخلص هستم. از شما میدونید که 768 تا اطلس پشتگی هستید. 768 اطلس شما رو من دیده هستم. نه چه شما 768 نه من فکر نمیکنم که خبر بسیار استوریا ها کنسرت ها تمامی چوربینی ها تمامی جایی که می کم ترک اطلس باشد من استوب کرده هستم. 768 سلامت باشید. من بسیار اطلس ناز میبینم، لباسای ملی به نهایت دوست در پیش خودتون رو تقلید کرده هستن؟ نگینا بله تماما بله مانندش رو دیده هستی؟ یک دخترک رقاصه بود در رقص میکرد در انسامبل گلریز، فیروزه نام داشت. بسیار دخترکی با استعداد بود، نمیدونم از اروتیپا بود یا که از کنی بودم در خاطرم نیست. همین خیلی شروع کرده میکرد، من هیچ وقت یادم نمیبرم، همه با تاچ نکرده همین خیلی دستاش میکرد. حتی آواز شما میدونید همین بسیار تاثیر رساند، بسیار بانه که در تاجیکستان عزیز ما تاثیرش رو به تمام جوان دختران رساند، با توقی و اطلس لباس تاجیکی رو ترغیب کرد. این به موها نگینه امانقولова بود ایزانی دلی دیده و این در تاریخ تاجیکستان همیشگی جاویدانی میماند. و بعداً بسیار دخترها اطلس پوش توقی چپوش شدن، مخصوصا بعداً همون کوشش میکنن که خوشش مبارک باشه. یک متریال برآمده بود نامش امانقولова خوش نگینه امانقولova شد، نام متو زنها باور میکردن. و بعداً از خاطره ها اگر بگیم مثلا یک خواهرک داشتیم دوی ما خودش رو من نگینه امانقولova میشم میگفت برآمده خودش رو نگینه امانقولova تصور میکرد. میدونید چی چون تاثیر هنرمند به عموم بسیار زیاد است،
چون بسیارتر نگاه میکنن، سرودش گوش میکنن، لباس پوشش نگاه میکنن. برای هنرمندا بسیار باید در همین جهت احتیاط باشن که طرز لباس پوشی درست از همین شریعت بیرون نباشد، که چون همه نگاه میکند، همه و دخترچوی یوش مکتب خانه اینو تعصب میکنن به هنرمند. با کی تعصب کنند؟ به هنرمند، به بلوگران تعصب میکنن، به اون آدمایی که مشهور هستند، به همونو این خیلی سرود خانه اگر نگینه دویم نشده روی گویم اگر سیومش رپیتیت ده میگفتم خیلی شوخی کردن. خیلی میگردن بسیار یک تاثیر خودش رو رسانده است. چیکاری که گفتید باید که هنرمند به نهایت اعتبار بدهد. خب امروز شکرگزار هستیم که ما عموما جمله خلق تاجیک نگینه منقلب داریم. من شکرگزار هستم که بعد چندین سالها نگینه خان بعد چندین سالها مثال خداوند چیکار که گفتید این هدیه الهی، این صدا، این هنر نگینه رو برای ما هدیه کرد که صنعتی حقیقی همون موسیقی های تاجیکی و صدای تاجیکانه و همه خیلی چیزها رو به گوش تمام عالمیان رسانده توانست. مخصوصا نگینه همین صحنه تاجیک تاجیچکا میگویند. بسیار افتخار میکنیم. من نهایت هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان، ارزنده و موافق، مناسب، خلق مهم شما رو دوست می‌دارد. برای خلق تاجیکستان، برای خلقی که اینقدر محبت به شما دارد، چی گفتنی ها دارید این لحظه؟ من اول گفتنی هستم که اول بسیار شکرگزارم، به نهایت خوشبختم که من در همین تاجیکستان تولد شدم، در همین دولت تولد شدم، در همین خانه‌ای که من زندگی میکردم، من در همین عائله‌ای که من دارم در همونجا تولد شدم. همین دوستایی که من دارم، از همین بسیار شکرگزاری میکنم. عموما من بسیار باز میگم که من به نهایت انسان خوشبخت هستم که من در همینجا تولد شدم، در چنین دولتی آباد و آزاد و اینا. ما میتونیم کجای خواهیم رویم، ما میتونیم چی نمود سرود خواهیم خوانیم، چه طور زندگی ما خواهیم همه خیلی میکنیم. پرواز کرد تو امریکا و تو استرالیا. بله بسیار دولت همین امکان اقلا سرودخوانی ندارد. نه افسوس که نه دوست و برادر همسایه افغانستان در اونجا حسابای موسیقی میگیرن، چی میکنن، لیکن موسیقی هم از خداوند است، همین خیلی داده شدگی نیست. هر یک هنری که دارد هنرمند، یا عموما هر یک هنری که انسان دارد، هر یک استعدادی که انسان دارد، همش از خدا است. هیچ کس حقوق ندارد که وی مانعگری کند. من هزارها بار شکر میکنم که در همین دولت تولد شدم، در همین تاجیکستان آزاد تولد شدم، در همین دوشنبه زندگی میکنم، در همین کمیته تلویزیون و رادیو کار میکنم. در خیلی خود هم کار کرده؟ بله. همین خیلی عائله دارم، همین خیلی فرزندکا دارم، همین قدر مخلص دارم. هزارها بار شکر میکنم و فقط تمنای اونا دارم که همیشه همین خیلی باشد، همیشه آزاد باشیم، همیشه زندگیمون هم خیلی که هست با از این بهتر شود. الهی سری پوری تینجیت خداوند. محترم جناب عالی همیشه بالای سر ما باشد که سببگار اساسی تینجی همین ملت و دولت همین جناب عالی هستند. هزارها بار شکر میکنم و تمنای آن دارم که همیشه زنده، سلامت، موفق در همه جاده تاجیکان باشن. بهترین. وقتی که در همون اندله پیروزی به دست آورده 10 خول گرفتید و بعدا شما رو گفتن که در همینجا ایجاد کن، بعدا دولت حکومتی ما اولی مراتب به شما خونه تقدیم کردن یا چیکار شده بود؟ استقامتی شما، مسئله استقامتی شما چیکار شده بود؟ بله، ما بعد از اندله یک چند چهاربینی های دیگر و ما اومدیم دوشنبه کنسرت های کلان، کنسرت های حکومتی که شده گذاشتن اشتراک کردیم. از اونجا پیشنهاد خواندن در کنسرواتوار دادن و شرایط زیست زندگانی. یعنی یکمین بار به ها خونه تقدیم کردن. بله. این حال شما خونه خودتان را بله شکر. من میگم که هر چیزی که من به دست آورم فقط به همین تینجی و آسودگی تاجیکستان به دست آورم، چون کجایی که تینجی و آرامی هست اونجا سرود موسیقی هست، اونجا آبادی هست. خداوند شما رو دست دارد.
همه نیت‌هایی که کرده رسیدید. خب یک اسمس ها. خب از کلوب هستن مخلص ارشدی نگینا نفری هستن که کاتگی نمیکنن دویم خاکسار صمیمی مهربان هستن ما مردم کلوب نگینا رو دوست می‌داریم باید های کلوبی زور هم دورن گفتن سلامت باشید بهترین. خب دیگر شنونده از مهربانمان صدبرگ نگینا جان ای جگاه خسته نباشی تو رو بی‌نهایت دوست می‌داریم. سرودی مرا محبت تو کشت رو بخونید گفتن. خب از زمزمه‌های خیلی شیرین زیبا هستن مرا محبت تو کشت رفته. مرا محبت تو کشت منم اسیر آن نگاه مگو سخن درشت مگو که عاشقی گناه پس از 1000 ساله ها تو را چو دور بکافتم چو عشق خود بیافتم و سوی تو شتافتم. مرا محبت تو کشت منم اسیر آن نگاه مگو سخن درشت مگو که عاشقی گناه. براو اینقدر شیرین میخونه اینقدر زیبا. جان میرقصد دل. خب درخواست کردن جان میرقصد دلم جانانم میرقصد دلم جوی خون نوشیده و مستانم میرقصد دلم. سلام عجیب بسیار خوش برآمده است. رحمت. این یکمین بار خودتون خوندگی هستید این سرودی این سرودی چی از خلقی قدیمه است. شما احیا کردید به قبله. خب بهترین زیبا. دیگر شما از مهربانمان السلام علیکم نگینا مقل و صدایتان رو شنیده بسیار خرسند شدیم بسیار دوستتون می‌دارم. چرا آخرین وقتا با توقی نمیبرید گفتن؟ برای چی؟ اکن بینید همین قصه آدم خوب میکنن که من همین سرود در لب خواندم با توقی من با توقی خواب میروم من با توقی کار میروم من با توقی زندگی میکنم لیکن خیلی نمیشه من هر روز با توقی پوشیدن توقی میپوشم وقتی که لباسای ملی میپوشم البته میپوشم توقی. بله بهترین زنده باشید. خب السلام علیکم من با لباس‌های نگین زیادتر اعتبار میدهم او بیشتر با کی همکاری میکنه در مسئله سر و لباس یعنی اطلس ها رو از کجا خریداری میکنند؟ اطلس ها زیاد از همین تاجیکستان همین استحصال خود تاجیکستان هستند باز از ازبکستان هستند چون قدر ویش زیاد نیست در اینجا وبر بسیارتر نیست من زیادتر چون میخوام بسیارتر رنگه هر نسخه باشد از ازبکستان هم میگیرم طرز چیزش خودم میکنم دیزاینش خودم انتخاب میکنم خودم بسیار وقت میکشم یا که یگان اگر طراحی با استعداد باشد اگر پیشنهاد میکند همراه اون میکنیم. یکی از شنوندگانمون السلام علیکم درباره آشی پدرتون نوشتند. خب پدرم به نهایت آشوی به مزه میپزد هر روزی به گاهی پنجشنبه به گاهی جمعه ما با آش میپزند بسیار آشی پنجکنتی میپزند با سبزی زرد مخصوص فرق میکنه؟ بله سبزی زرد فرق خودتون هم آشپز هستید؟ بله خیلی من هم میتونم بخوری نگی چه خیلی که پدرم میپزد. راست است که اگر خوراک به گوشت باشد نمیخورید؟ نه حاضر میخورم چون کم کم نه عوضش میبینید فربچه شدم حاضر نگاه میکنم کم بهترین زنده باشید. اینجا اسمس پیام ها زیاد لیکن وقت کم است در همین جا میگوید که برنامه باید به انجام رسونیم. نگینا بانو از تشریفتون بسیار خرسند شدیم. تشکر زیاد برای دعوتتون. شما من شرط گذاشته بودم شما گفتید که کنی پدرکتون افتادیم پدرکت دارم برای شما 18 سالم من توفه دارم به نگینا مقل و دوستان عزیز دیده از نام شما چیه در نظر دارید 18 گفته شما حالا جوان هستید کی گفت که شما Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday نگینا تانکی نمیاک Happy birthday to you تشکر ایواز نیچه شما خرسنگ دارم دوستان عزیز مبارک باشد نگینا بانو میلاد مبارک باشد یک روز خرسندیتون مبارک باشد تشکر زیاد
مبارک باشد. مرحمت از شیرینی مو میچشید؟ چشم. بله. چشیدن که بود مانندی دیدن. مبارک باشد. نگین جان همیشه کامتان شیرین باشد. شیرین ترانه ها، شیرین سرودها رو دائما به گوش خلق ما برسانید. دائما در خرسندی ما همراه باشید. عزیز دلی دیدای خلق هستید. دوست ندارم افطار همیشه میکنیم. فقط در خرسندی مردم شریک باشم. سلامت باشید. دوستاتون می‌داریم. این محبتی ما به آخر است. لکه همین در دوست نداری میگه شما دیگه خلاص نمیخواین. مول شده. عجیب. چون دیدید که من همیشه وایز значит من احساسات با داده شدم. من خیلی یادم نیست که من چه خیلی نمیگه کدام دست برداشتم فرو. نه مخصوص ساختن یا همین خودتون نه من وقتی که ثبت میکنم نه شوخی میکنم البته مخصوص همش به شما زیبنده است. البته شوخی نمیکنم. نگینا رو دائما جدی فکر میکنن. نگینا بینوی دخترک شوخ است، شدود است، عزیزی خلق است، معنی سرا است پیش از همه و سنت اصلی تاجیکان دارد. نگینا جو مبارک باشد. صد سال با وقت سنت تاجیک باشد. شما رو دوست می‌دارم.